رو میز 5 میلیونی حریف برک انجام داد، نتونست چوب کنه. توپ سفید افتاد دست من. بریم ببینیم چه کار میکنیم. رو بزنیم رو بگیریم بیاد آروم بزنیم، هم پاکت بشه هم بمونه برای زرد. رو بزنیم بریم برای و تمام. بریم یه بازی دیگه هم بزنیم برای دوستان عزیز تا دستمون گرمه. بریم ببینیم میتونیم این بازی هم برنده بشیم یا خیر. من که میگم اگر بریک بده تکچوب میکنم. علیاره بریک داد. بریم ببینیم میتونم تکچوب کنم یا نه. لطفا این ویدیو هم لایک کنید. وای سفید پاکت شد. ولی خب بازی شانس داریم. ببینیم حریفمون تکچوبمون میکنه یا نه، که احتمال زیاد تکچوب بشیم. آبیا میخواد بزنه، یه زیر میگیره. الان قاعدتا باید بنفش رو بزنه. نارنجی رو میزنه راست که اشتباه میکنه. به رو الان قاعدتا باید بنفش رو بزنه، بعد زرد، بعد سبز. ولی خب از اونجا که نارنجی رو اول زد پای کم بد قلق شدن. ببینیم چجور جمعش میکنه. این منم خوبه ها، پیش بینی من واسه دیگران خوبه، واسه خودم مثلا خوب نیست. نباید در مورد خودم پیش بینی. باید افه رو بگیره بیاد برای میاد. ببینیم چه کار میکنه. آروم بزنه نمیره، محکم هم بزنه نمیره، زاویه خوبی نداره. دیدم رفت. به به. گفتم دوستان این بازی رو میبرم. لایک و کامنت یادتون نره.